کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور هشدار داد که تا 16 فوریه سال 2022 خطر لغزش ترمه باقی میماند. در اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفته می شود که در نتیجه ریزش برف در ناحیه‌های کوهی تابع جمهوری، نواحی غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان و راه‌های ماشینگرد کوهی دوشنبه چنوق، دوشنبه لخش، دوشنبه رشت، رشت سنگوار، شمس‌الدین شاهین درواز، ونج روشن خوروغ، خوروغ اشکاشم مرغاب، مرغاب جولندی، خوف لغزش ترمه، ریزش سنگ و یخبندی وجود خواهد داشت. برای تأمین بخطری ماشین‌ها و رانندگان و مسافران در راه‌های ماشینگرد، نجات دهندگان واحدهای نجات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده شبانه روزی نوبرداری می‌کنند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده یک روز قبل خبر داده بود که در چند موضع روی خوروغ اشکاشم ترمه فرآمده سبب موقتا بسته شدن راه شده است. بنا به آخرین اطلاع این نهاد روز 14 فوریه در چند قطعه راه‌های خوروغ اشکاشم و روشن برتنگ باز 5 ترمه دیگر فرآمده است. راه‌ها را با کمک تکنیک‌های وزارت نقلیات تازه کردند. خوشبختانه درباره کدام آسیب در نتیجه این آفت‌های طبیعی گزارش نشده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده توصیه می‌دهد که رانندگان قبل از سفر با راه‌های کوهی اولتر از همه باید معلومات لازم درباره خط سفر خود را به دست آورند. اگر برف و باران و خطر ترمه در این معلوماتنامه‌ها پیش بینی شود، پس اصلا خودداری از سفر به منفیت است. ماشینا را پیش از سفر سنجید، چرخ‌های تابستانه را به زمستانه عوض کنید. برای احتیاط ارغمچین، بیل، ریگ و شغل، غذای گرم و ذخیره کافی آب و بنزین با خود داشته باشید. به خاطر تأمین امنیت خود و همسفرانتان هرگز سرعت حرکت را بالا نبرید. آهسته روید و دور روید. فراموش نکنید که شما را همیشه فرزندان و پیوندانتان انتظارند. رعایت فاصله بین ماشین‌ها یکی دیگر از تدبیرهای تأمین امنیت شما و روندگان این راه است. آن را حتما رعایت نمایید.